بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 47 از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. این درس به حول و قوه الهی اختصاص داره به آیات 88 تا 91 سوره مبارکه البقره. با هم ابتدا این آیات را با صوت و تلاوتی زیبا بشنویم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بله عزیزان، همونطور که در این تلاوت زیبا شنیدید، الله سبحانه و تعالی میفرماید وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. همچنان آیات 88 تا 92 و همچنین ما بعد آن استمرار داستانها و روایتهای تاریخ سیاه بنی اسرائیل هست. آنچه که بنی اسرائیل یا یهود با خداوند عزوجل، با پیامبرانشون و همچنین در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پیامبر بزرگوار اسلام و با قرآن کریم انجام دادند و اون شیوه برخورد نازیبایشون، با اینکه اهل علم بودند و اهل ایمان از آن قبل. حکایت های این آیات از این ماجراست و لذا قرآن کریم نقل می کند از زبان این یهودیان که گفتند قلوبنا غلف، یعنی قلبهای من بسته است. دیگه چیزی از نوآوری ها به تعبیر خودشون، نوآوری های دین محمد صلی الله علیه و سلم یا آیات وحی بهش وارد نمیشه. یا به عبارت دیگر این که اینقدر لبریز از علم هست که نیازی ما بعد آن نیست، آنچه که دارند از تورات و دیانت های خودشون براشون کافیه. خداوند عزوجل سخن آنان را کاملا نادرست تلقی کرد و فرمود بل لعنهم الله بکفرهم. اینطور نیست، بلکه الله سبحانه و تعالی آنها را لعن کرده، نفرین کرده، دورشون کرده از رحمت خودش به سبب کفرشون. و کفر عناد هست، کفر لجاجت، کفر حسادت هست. فقلیلا ما یؤمنون، پس اندکند آنهایی که ایمان می آورند. ترجمه این آیه مبارکه اینطور میشه و یهود گفتند دلهای من بسته شده و سخنت ای رسول الله را نمیفهمیم. یا اینکه به معنی دیگر، یا اینکه دلهای من لبریز از علم است و نیازی به سخنان جدید تو نیست. خداوند عزوجل پاسخ فرمود چنین نیست، بلکه الله آنها را به سبب کفرشان
از شناخت و معرفت حق دور کرد، پس اندکند از آنهایی که ایمان می آورند. در این آیه کلماتی کمی دشوار وجود داره، باید کمی بازش کنیم. و قالو یعنی گفتند قلوبنا دلهای من غلفن، یا در لفظی دیگه که تلاوت شده غلفن. غلف یعنی بسته شده، مهر شده. مرادف کلمه آن در قرآن کریم در سوره بقره داریم اکنه. بر رأی بسیاری از مفسرین و نیز از قول صحابی جلیل قدر عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما و همچنین تعدادی از مفسرین سلف به این معنای ظرف پر شده و لبریز از علم و معرفته. این تشبیه از اونجا میاد که یهود به آنچه که خود داشتند مغرور بودند و سر آن را خواهیم گفت. بل حرف استدراکه در لغت عرب، بهش گفتیم که در قاعده لغوی عرب بهش میگن حرف استدراک. استدراک برای چی؟ برای اون چیزی که قبلا گفته شده کاملا نادرست تلقی بشه. اگر سخنی را نقل میکنید بعدش بگید اینطور نیست بلکه اینطوره و نفی کلام ما قبل را میرسونه. آیه ما بعدش خداوند عزوجل میفرماید ولما جاءهم من عند الله كتاب مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ترجمه این آیه مبارکه اینجاست که یا اینطوری که زمانی که از جانب الله سبحانه و تعالی برایشان یعنی برای یهودیان کتابی نازل شد که همان قرآن بود، که این کتاب تصدیق کننده کتاب خودشون یعنی تورات بود، آنها قبل از نزول آن کتاب یعنی قرآن بر علیه کفار به یکدیگر نوید فتح میدادند و نوید نصرت و پیروزی میدادند. پس چون کتابی که آن را می شناختند نازل شد بدان کافر شدند، یعنی به قرآن کفر ورزیدند، پس لعنت الله بر کافران باد. توضیح این را انشاءالله بعد بیشتر باز خواهیم کرد. معانی کلمات این آیه مبارکه لما یعنی زمانی که ظرف زمان هست، جاءهم نزدشان آمد، ولی آیات که نمیاد. آیات بر قرآن کریم، آیات قرآن کریم توسط جبریل امین علیه السلام بر قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم، قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشد و ایشون تلاوت میکرد برای یهود، برای نصرانی، برای مشرک، برای مسلمان، تا اینکه یاد بگیرند و بیاموزند به دین خدا در بیان. یعنی برای یهودیان همچنان غیرشون نازل و تلاوت شد. کتابون که عرض کردم منظور قرآن کریم هست و این کتاب وصفی داره و اون مصدق لما بین یدی یعنی تصدیق کننده، یا مصدق لما معهم تصدیق کننده است و این صفت قرآن کریمی که عرض خواهم کرد بعد که چگونه قرآن و در چه ابعادی تصدیق کننده تورات هست. یستفتحون از فتح میاد یعنی طلب فتح میکردن، طلب پیروزی میکردن، به همدیگه مژده پیروزی بر علیه کفار میدادند. یهودیان میدونید که از جاهای دیگه هجرت کرده بودند به مدینه منوره و در اونجا میدونستند که پیامبری مبعوث میشه، این رو در توراتشون خونده بودند، در دینشون بود و لذا منتظر پیامبر خاتم و موعود بودند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد و از میان عرب و قریش بود، از روی حسادت با او دشمنی کردند و او را قبول نکردند و نپذیرفتند. اینجا بود که قبل از اسلام، در حالی که قبل از اسلام چیکار بود؟ قبل از اسلام میودن بر علیه مشرکین ایراد میگرفتند و کفار را مورد نکوهش قرار میدادند، میگفتند پیامبر موعود از میان ما برانگیخته میشه، با اون بر علیه شما جهاد میکنیم و شما را از بین میبریم و بر علیه شما نصرت داده میشیم. و كانوا یستفتحون علی الذین کفروا من قبل. خدا میفرماید فلما جاءهم عرفوا، وقتی که برایشون آمد یا نازل شد یا
فرستاده شد آنچه که میشناختنش، یعنی در قرآن، در انجیلشون، در توراتشون خونده بودند که قرآن چیست و چه وصفی داره و پیامبری که این قرآن می آورد با اون میاد کیست و کجا نازل میشه و کجا مبعوث میشه. آنچه را که میشناختن منظور پیامبر اسلام و قرآن کریم هست. خداوند عزوجل در آیه ما بعد این ترجمه را بذارید واسه بعد که الله سبحانه و تعالی فرمود زمانی که از جانب الله، یعنی از جانب خداوند عزوجل، برای یهودیان کتابی نازل شد که تصدیق کننده کتاب خودشون بود که تورات بود و آنها قبل از نزول آن کتاب بر علیه کفار به یکدیگر نوید فتح و نصرت میدادند یا به کفار تهدید میکردند که ما پیامبر موعودمون میاد و با شما میجنگیم. پس چون کتابی که آن را میشناختند نازل شد بدان کافر شدند، پس لعنت خدا بر کافران باد. در آیه بعد که آیه 90 هست یا 90 هست از سوره مبارکه البقره، الله سبحانه و تعالی میفرماید بئس ما اشتروا به انفسهم، بد چیزی است آن چیزی که بدان خودشان را فروختند. حالا این چیه؟ بعد عرض خواهم کرد. ان یکفروا بما انزل الله بغیا، این که کفر ورزیدند با اون چیز این بود که کفر ورزیدند به آیات وحی قرآنی از روی بغاوت، عداوت، دشمنی که در بعضی آیات دیگه گفته شده چی؟ از روی حسادت. چون اصل کینه و دشمنی به اصطلاح یهود این بود که به پیامبر اسلام حسادت ورزیدن، دوست داشتن از خودشون باشه ولی از خودشون نبود. ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، این که یعنی غیظشون از اینجا گل کرده، کینهشون از اینجا گل کرده بود یهود که الله سبحانه و تعالی میدیدن که الله از فضل بیکران خودش وحیش رو بر کسی دیگه که شایسته تر هست نازل کرده. فباءوا بغضب علی غضب، یعنی برگشتند، باءوا یعنی رجعوا، یعنی نه تنها فایده حاصلشون شد از این کینه و حسادت و دشمنی، بلکه خشم و غضب الهی و لعن و نفرین الهی پیاپی همه اینها رو در بر گرفت. و خداوند فرمود وللکافرین عذاب مهین، برای کفار، برای کفرشگان چیه؟ عذابی خار و کننده و ذلت بار در نظر گرفته شده. ترجمه این آیه: پس بد چیزی است آنچه خود را بدان فروختند و آن این که از روی حسادت و دشمنی با چیزی که الله نازل فرموده بود کفر ورزیدند و الله هر کس را که شایسته بداند از فضل خود بر او وحی نازل می کند. پس غضب الله آنها را یکی پس از دیگری در بر گرفت و کافران راست عذابی ذلتبار. در آیه کلماتی از این قبیل داریم. بئس ما یعنی بد چیزی است. میگه علمای لغت میگن که حرف ذم نکوهش هست، همچنان که حرف تمجید هم داریم در مقابلش. و اون نعمه که گفتیم نعم الرجل، چه خوب این مردی است، اینجا گفتیم بئس یعنی بد چیزی است. بد چیزی است آن چیزی که خودتان را بدان فروخته اید و اون این که ان یکفروا بما انزل الله بغیا، از روی دشمنی و حسادت. و عذاب مهین وللکافرین عذاب مهین، عذاب یعنی چی؟ عذاب ذلتبار و خار کننده. آیه 91 سوره مبارکه البقره الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. هنگامی که بهشون گفته میشه که بیاید ایمان بیارید به آنان، یعنی به یهودیان، گفته میشود به آنچه که الله نازل کرده است ایمان بیاورید، میگویند ما به چیزی ایمان میآوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کفر می‌ورزیم، یعنی غیر آن رو قبول نداریم، حالان که آنچه بر غیر ایشان نازل شده بود
حق است و تصدیق کننده کتابشون بود. بگو اگر مؤمن هستید پس چرا انبیای الهی را از پیش کشتید؟ یعنی شما نشون میده که حتی با دشمنان خودتون، با پیامبران الهی که به سوی شما هم برانگیخته شدند، عناد داشتید و لجاجت داشتید و آنها را کشتید و از بین بردید. با یک فاصله، با یک میان برنامه برمیگردیم انشاءالله به ادامه موضوع. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بله عزیزان، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ترجمه آیه 91 سوره مبارکه البقره چنین میشه: هنگامی که به آنان یعنی به یهودیان گفته می شود به آنچه که الله نازل کرده است ایمان بیارید، میگویند ما به چیزی ایمان میاریم که بر خود ما نازل شده و به غیر آن کافر هستیم و کفر میورزیم، یعنی قبولش نداریم. این از روی غروره، از روی حسادت است، از روی تکبر و عناد و لجاجته. چرا؟ چون حالا که آنچه بر غیر ایشان نازل شده حق بوده و تصدیق کننده کتابشون هست و هو الحق مصدقا لما معهم. یعنی قرآن میفرماید که در حالی که اون چی که برشون تلاوت می شود یعنی قرآن کریم حق است، نه تنها حقانیتش بلکه تصدیق کننده کتابشونه. و این تصدیق کننده نشونه اینه که قرآن بر حقه. بگو اگر مؤمن هستید، یعنی اگر واقعا شما اهل ایمانید، پس چرا با انبیای الهی مشکل داشتید و آنها را کشتید قبل از اسلام؟ این نشون میده که شما از سر ایمان و صداقت وارد نمیشید، دوست دارید لجاجت به خرج بدید و حسادت به خرج بدید. در این آیه قرآن کریم قلوبنا غلف که برمیگردیم به یه سری مفاهیم قرآنی که در این چند آیه از آیه 88 تا 91 نهفته بود. الله سبحانه و تعالی میفرماید و قالوا قلوبنا غلف، بسته بودن دلها یا پر بودن آنها از علم، پر بودن آنها از علم به گمان خودشون. البته هر دو مردود از نظر منطقی، زیرا عالم واقعی انسان متواضع است و وصف علم همیشه چه دارید؟ تواضع دارد امر خودش و به اون چی که میداند مغرور نمیشه، بر دیگران هم رشک و حسادت نمیبره و حسد هم نمیخورد، در حالی که یهود برعکس این قضیه عمل میکردن. از داخل میسوختن که چرا با اینکه منتظر پیامبر بودن ولی پیامبر از غیر اونها انتخاب شده. از داخل میسوختن به خاطر اینکه پیامبر عربی است و نه یهودی، ولذا سر عناد لجاجت نهادند و با تمام قدرت در مقابل پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ایستادند. این تعبیر زیبایی است که قرآن از زبان آنها بیان میکنه: قلوبنا غلف. حالا چه به معنای بسته، چه به معنای پر و لبریز. بل لعنهم، گفتم عرض کردم خدمت شما که به معنای استدراک و نفی کلام سابقه که ادعای یهود بود. ادعای یهود این بود که قلوبنا غلف، ما همه چی میدونیم، کافی است اون چی که داریم، دیگه نیازی نداریم. همین برخورد، شیوه برخورد یهود با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای پیامبران ما قبل هم همین طور بوده. بارها پیامبران میگفتن که ما حرفتون حالیمون نیست، نمیدونیم، یا میگفتن که ما نمیدونیم اصلا چی میخوای، دنبال چی هستی، ما زندگیمون رو داریم میکنیم، کسب و کارمون رو داریم میگذرونیم، بذار به خودمون مشغول باشیم. پیامبران الهی در اون مقام و منزلت و شرافت و کرامت چیز از مردم نمیخواستن جز اینکه مردم انسانهای خوبی باشن، خداپرست. ولی مردمی که مردمی که احساس میکردن که واقعا با پذیرفتن دین حق خیلی مصلحت ها را از دست میدن و جاشون نمیشه پر کرد با چیز دیگه، اینجا بود که می اومدن چیکار میکردن؟ عناد و لجاجت میکردن و خودشون را
به ندانستن و نفهمی میزدن. قرآن کریم فرمود بل لعنهم الله بکفرهم. با در اینجا گفته شده بای سببی است. علت لعن الله بر یهود را بیان میکنه که همون کفره. الله سبحانه و تعالی با کسی دشمنی نداره، ولی وقتی شخصی یا افرادی یا گروهی یا ملتی را بخواد مورد لعن و نفرین خودش و خشم و غضب خودش قرار بده، سبب داره. سبب این برخورد با یهود، آن یهودی که یه زمانی قرآن درباره‌شون میفرمود که چی؟ افضلکم علی العالمین، شما در زمان خودتون سرآمد مردمان بودید، جهانیان بودید، امروز به این خاری و ذلت افتادید. به خاطر چی بود؟ به خاطر کفرشون، به خاطر عناد و لجاجتشون، به خاطر غرور و تکبرشون. پس بنابراین زیرا در قبال دعوت پیامبر اسلام از روی حسادت، تکبر و عناد کرده و لذا میگفتند که ما را توفیقات کافیه و نیازی به قرآن نیست، در حالی که خود همینها منتظر قرآن بودند و منتظر پیامبر موعود که همان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. از مفاهیم زیبای لغوی قرآن در این چند آیه اینه که مصدق لما معهم، مصدق لما معهم، تصدیق کننده است قرآن برای اون چیزی که نزد یهوده. وصف زیبای قرآن در این که در اصول دین، یعنی توحید و مبانی شریعت، مقاصد دین، مقاصد فقه اسلامی، با تورات و کتب الهی دیگر موافقه شکی نیست. یعنی مبادئ توحید در تمام ادیان یکیه، همه به سوی یکتاپرستی دعوت دادند. قرآن میفرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. همچنین درباره هود، درباره شعیب، درباره دیگر پیامبران علیهم السلام و علی نبینا افضل الصلاة و اتم التسلیم همچنین ذکر میکند که همه اینها ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، همه اینها نداشون یکی بوده و اون توحید و یکتاپرستی و دوری از و اجتناب از طاغوت بوده. و همچنین در مقاصد شریعه، یعنی حتی در اهداف کلی احکام یکسانند و لذا تمام اون دستوراتی که در شریعت‌های الهی در طول تاریخ بر پیامبران نازل شده و مردم مخاطب بودند همیشه رعایت شده که همه مردم به سوی کمال اخلاقیات، کمال انصاف، کمال خوشبرخورداری و خوبی‌ها و محاسن حرکت بکنن. حالا شیوه های اون، کیفیت اون فرق می‌کرده ولی هدف یکی بوده. و کانوا من قبل یستفتحون، از مفاهیم دیگر زیبای قرآنی اینه که و کانوا من قبل یستفتحون، و این تاریخچه یهود را نشون میده که انگیزه این آمادگی یهود برای ظهور پیامبر خاتم این بود دیگه. اونها میدونستند، در تورات خونده بودند که پیامبر موعود در میان نخلستانهای شبه جزیره مبعوث میشه، لذا اومده بودند در طائف، در یثرب قبل از اسلام و همچنین در یمامه سکنا گزیده بودند، منتظر پیامبر خاتم بودند. و اونهایی که در مدینه بودند بیشتر انتظار داشتند چون وصف اونها را بیشتر خونده بودند. ولذا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد و هجرت کرد به مدینه، بسیاری از اونها مسلمان شدند. عبدالله ابن سلام، کعب بن احبار و بقیه مسلمان شدند چون پیامبر را میشناختند و با اوصاف که ذکر شده بوده در تورات عیناً مطابقت داشته. به همین خاطر قرآن کریم از زبان اونها نقل میکنه که و کانوا من قبل، یعنی قبل از اسلام همین یهودیان به مشرکان مدینه میگفتند که انشاءالله پیامبر خاتم مبعوث میشه از میان ما، پشت سرش ایمان میاریم و میجنگیم، جهاد میکنیم بر علیه شما و شما رو نابود میکنیم. ولی وقتی دیدن که از غیر خودشونه، اومدن سر لجاجت و عناد برکشیدند. بئس ما یعنی بد چیزیست، همونطور که عرض کردم حرف ذم و نکویش است. با او دلالت بر غضب و خشم مستمر و بزرگ الهی است برای این قوم، زیرا اینها دانسته و آگاهانه کفر ورزیدن. اونا میدونستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر خاتمه، اونا میدونستند قرآن بر حقه و مخالفتی با تورات نداره، ولی با این حال از روی حسادت و دشمنی و کینه و عداوت سر عناد و لجاجت را گذاشتند و کفر ورزیدند.
شرح و تفسیر این آیت رو اگر وقت اجازه بده از اونجا شروع خواهیم کرد که ببینید قرآن کریم سیاق آیاتش همچنان، یعنی آیات ما قبل و همچنین ما بعد اون همچنان در مورد ذکر نعمتهای الهی بر بنی اسرائیل و بیان انحرافات اونهاست. این یک بعد قضیه. بعد دوم اینه که ذکر نعمتها از این جهت مهم است تا انسان را شکر و به شکر و سپاس وابدارد. ذکر عیب و انحرافات هم از این جهت تا آنها را به اصلاح کار خود و توبه وادارد. هدف از ذکر داستان بنی اسرائیل تذکر به همه انسان هاست و بخصوص خود آنها. اهل کتاب اهل ایمان و رسالت بودند و لذا این استکبار و انحراف از حق و حقیقت از آنها بسیار زشت و نادرست بود. در روایاتی تاریخی که محمد ابن اسحاق از صحابه نقل کرده فرمودند که یهودیان مدینه منتظر ظهور و بعثت پیامبر خاتم بودند تا بدو ایمان آورده و از پیروانش شوند و با او بر علیه کفار یعنی مشرکین مکه و مدینه بجنگند، بر علیه آنها پیروز شوند. ولی چون پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبعوث شد و از میان عرب بود، آنها حسادت ورزیدند و عناد کردند و منکر حقانیت ایشان شدند و پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم و قرآن نازل شده بر ایشان که تصدیق کننده تورات بود کفر ورزیدند. قرآن کریم فرمود این بد دردی است در میان بشر، حسد و عناد و تکبر از حق. لذا تهدید سخت الهی این بود که این شما بودید که صفات پیامبر خاتم و قرآن منزل را میدانستید، پس چرا کفر ورزیدید و پشت کردید؟ بعد لعنت خدا باد بر کفار. سپس آنها را یادآوری میکنه که بد راهی را انتخاب کردند و بد چیزی را برای خود پذیرفتند و آن انتخاب راهی کفر به جای ایمان و اسلام بود. اینها در واقع مستحق عذاب دردناک بودند، زیرا واقعا با عناد و لجاجت، با اینکه میدانستن حقایق رو، ولی اومدن چیکار کردن؟ از روی عناد و لجاجت راه بدی را انتخاب کردن و اون راه دشمنی با اسلام و پیامبر اسلام و قرآن اسلام. و همینها بودن که وقتی بدانها گفته میشد بیایید به قرآن ایمان بیاورید که تصدیق کننده تورات است، میگفتند ما فقط تورات را میپذیریم و به آن ایمان میآوریم و غیر آن را قبول نداریم، بلکه بدان کافریم. قرآن کذب و دروغ ادعای آنان که اهل ایمان هستند را چنین برملا میسازد که حتی به تورات هم ایمان ندارند، زیرا اینها همانهایی بودند که پیامبران الهی را از قبل کشتند. درس و عبرت‌هایی در این زمینه داریم که خیلی سریع سعی می‌کنیم ازش رد بشیم. الله بندگانش را به شیوه‌های مختلفی آزمایش می‌کنه. علما را بیشتر با سنجش اخلاصشون در پیروی از حق و حقیقت. غرور و تکبر بزرگترین درد جامعه بشری است که حقایق را می‌پوشاند و منکر می‌شود. قبول برخی از احکام دین و رد برخی دیگر کفر. عقبگرد و عدم توجه به دینگرایی نوعی تخلف است که همیشه ذلت ملت‌ها را در دنیا به همراه داشته و عذاب آخرت مراتبی دارد که همیشه بستگی به حجم گناه داره و در نهایت اگر کسی با تکبر و عناد از راه حق سر باز زد، الله او را از رحمت بیکرانش محروم میکنه و دیگر هرگز هدایت نخواهد شد. این مجموعه درس و عبرت‌هایی بود که به حول قوه الهی توفیق پروردگار یکتا تونستیم در زمینه این آیات 88 تا 91 سوره مبارکه البقره داشته باشیم. با آیات دیگر و درس دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.